معادله درباره جمع ریشه ها در اینجا میبینیم در یک طرف چپ ifade در درون قوس ها و برابر 14. اول بیاین با یک خطای عمومی که کرده میشه همون برایم، یعنی سراسم را شدن یا کنید در اینجا نول نیست. اگر x مینوس 2 x مینوس 7 برابر 9 میشد، ریشه ها رو یک بار گفته میتونستن x برابر 2 است و یا اینکه x برابر 7 است و در اینجا یک بار جمع کرده 9 گفته میتونستن. لیکن در اینجا 14 نیست، 9 نیست، 14 است. چیکار میکنیم؟ باید قوس ها رو کشویم، طرف چپ قوس ها رو کشوده و ساده کنیم همه ifade ها رو. یعنی مقصد ما یک در طرف چپ یک ifade عمومی و در طرف راست 9 باید باشد و بعد جمع x ها رو میابیم. بیاین نظر میخواه کنیم وقتی قوس های میکشویم میدانیم چه ضرب کردن x با یکم ifade و بعد دویم ifade بعد مینوس 2 رو با یکم و با دویم ضرب میکنیم و در آخر اگر وقتی ما اینها قوس رو کشویم، بیاین یک بار نویسم x کوادرات. وقتی قوس رو میکشویم چی میشود؟ x کوادرات مینوس 2x مینوس 7x جمع 14 برابر است به 14 و از اینجا اگر 14 رو به طرف چپ گیریم x کوادرات و مینوس 2x مینوس 7x رو یک جای کنیم مینوس 9x می شود پلوس 14 مینوس 14. چخیر که می بینید در اینجا 14 یا دیگر اختصار میشم و در آخر ifade ما x کوادرات مینوس 9x می شود برابر 9. البته که دیسکریمینانت رو استفاده برده میتونید، لیکن راه آسان برای این مدل را کار کردن کادردی با قوس ها جدا کردن. نیا کنید در هر دوش x هست ifade چی میشد؟ x از قوس بیرونم در درون قوس x مینوس 9 برابر 9 میشود. دو ضرب شوند دو ضرب ifade به 9 برابر است. از اینجا دو خلاصه برآورده میشود. x یکم ifade برابر 0 است، یکم ifade برابر 0 است یا اینکه دویم ifade، این دویم ifade برابر 0 است، یعنی x مینوس 9 برابر 9 میشود و از اینجا x برابر 9 میشود. اکنون میبینیم این ifade در آخر وقتی که ساده کردیم و این ifade تبدیل یافت x کوادرات مینوس 9 برابر 0. اکنون این مدل ما و ریشه های این مدل 0 و یا 9 است و از ما جمعشون رو میپسند. بیاین 1 و 2 مونه از ما x1 جمع x2 رو میپرسد، یعنی 0 جمع 9 برابر 9 میشود و در جواب 9 میمونه. یعنی سنجیده هم میتونین وقتی در ifade 0 رو اگر مونه مینوس 2 مینوس 4 ضربشون 14 میشه، یا اگر 9 رو مونه 9 برای سنجش گذارونده 9 مینوس 2 9 مینوس 7 وقتی این قوس رو میکنیم برابر 14 میشه، یعنی هر دو ریشه درست میشه و جمع ریشه برابر 9 باید باشند.